خوشبختانه این تمایل در دهات مملکت نیز به مشاهده می رسد که شایسته دستگیری می باشد. همین گونه عمل سودمند را ما در حیات نورسان و جوانان ورزش دوست دهات آبردان ناحیه مسجد دریافتیم. آنها در این تالار بر هوای ورزشی جمع آمده تحت سروری مربی جوان و با استعداد سهراب دولتزاده که خود غالب چندین مسابقات ورزشی است مشق می کنند. نازیکوهای نمادی به امروز معروف گشتین می آموزند. در قطار آنها یوسف سیکریویف که هرچند هنوز خردسال است همه روزه پس از درس با میل و خواهش تام به اینجا می آید. برایش مکانی دوست داشته و پسندیده هم است. از استادش سهراب دولتزاده اصولهای خوبتر و بهتر اسرار این نماد ورزش را آموخته و مسابقه‌های نوبتی بین همسالانش آمادگی می‌گیرد. یوسف وقتی که مکتب اومد در سن 7 سالگیش من این به مشق قبول کردم. بین همسالاش خیلی فرق می‌کرد. هم شوسترک بود هم چوست چالاک بود. در طول 1 سال او چمپیون ناحیه شد. طول 3 سال میشد که تمرین کرده مسابقه برین از تاجیکستان اشتراک میکنه. پرچم جمهوری تاجیکستان رو بالا میبردارد. در بین همسالاش در شهر ازبکستان جای سوم را اشغال کرد. ما در مسابقه ولایت گوشتینگره بهترین ولایت شد. در آنجا جای یکم را سزاوار شد و بهترین ورزشگری ولایت سوق گشت. یوسف در یک هفته فقط روزهای شنبه یکشنبه اودیخ میکرد. دیگر روزها در زله هم سحر میبیاد هم بیگاه میبیاد. خدا در مسابقه بین الخلقی المپیک